من دکتر نوید خپلواک هستم و امروز در مورد ویتامین دی همراهتون گپ میزنم. ویتامین دی یا کلسیفرول یک ویتامین محلول در چربی است، یعنی در بافت‌های چربی بدن ذخیره میشه، در آب منحل نیست. ما دو منبع بر ویتامین دی داریم: شعاع آفتاب و فود یا غذایی که میخوریم. از مواد غذایی و از شعاع آفتاب ویتامین دی مورد ضرورت خود میتونیم بر خود مساعد بسازیم. خب ای که وظیفه و عملکرد ویتامین دی در بدن چی است؟ بیشتر کدام وظایف مهم و حیاتی را بر دوش داره، او را در جریان لکچر بحث میکنیم. در یک بسته غذایی چیزی که بیشتر موجود است در غذا یا همین مواد غذایی که ازش تغذیه میکنیم بیشتر حاوی پروتئین. شما حتما با نام پروتئین آشنا هستین. بدن ما از مواد به نام پروتئین ساخته شده. در غذاهای ما لیپیدز یا فاتس یا شحمیات موجود است. همچنان قندها یا کربوهیدرات در غذاهای ما موجود است. پروتئین، لیپید، کربوهیدرات اینا همش در تولید انرژی سهم بارز خود داره، یعنی اینها جنریتر انرژی هستند، انرژی. ولی اصلا مواد دیگه غذایی در داخل امی فود پارتیکل ما که در حقیقت انرژی را تولید نمیکنه، ولی بدون اونا تولید انرژی ممکن نیست. به طور مثال در پهلوی موادی که انرژیزا است در بدن، پروتئین، لیپیدز، کربوهیدرات، ما آب داریم در بدن خود، واتر، که بدون آب هیچ ممکن نیست شحم و کربوهیدرات به انرژی تبدیل شود. اما قسم مواد خیلی مهم دیگه به نام مینرالز داریم. مینرال ها به نام تریس پارتیکلز هم یاد میشه. تریس پارتیکلز یعنی چی؟ یعنی اگر ما این مواد مقوی را تریس کنیم، تعقیب بکنیم، دنبال کنیم، معاینه کنیم، میتونیم در جریان خون اینا را پیدا بکنیم. تریس المنت و مقادیر خیلی کم با وظایف حیاتی خیلی مهم در بدن ما موجود است. و بخش دیگه که امروز رویش بحث میکنیم ویتامینز یا ویتامین هاست. ویتامینز یا ویتامین ها. ویتامین در حقیقت مواد است که برای تقویت وجود، برای فعالیت حجرات مختلف بدن، خصوصا حجرات، در خصوص ویتامین دی حجرات بون یا استخوان، حجرات قلب، مایچه، حجرات خون، همه از اینا به یک نوع با ویتامین دی مرتبط است. خب ما دو نوع ویتامین دی داریم. قبل از اینکه بریم به ویتامین دی، خود ویتامین یک بار میبینیم. دو نوع ویتامین داریم. یکیش واتر سالبل یا ویتامین های منحل در آب است و دیگه‌ش هم فات سالبل، ویتامین هایی است که در آب قابلیت حل نداره ولی تنها در شحم قابلیت حل داره، فاتس سالبل، مثل ویتامین دی. از جمله ویتامین هایی که در آب منحل است یا واتر سالبل است، یکیش ویتامین سی است، ویتامین سی. بیشتر در لیمو، مالته، سنتره و میوه‌جات خانواده سیترس پیدا میشه. ویتامین بی کمپلکس. چرا بی کمپلکس میگیم؟ چون تنها یک ویتامین نیست، در اینجا تمام ویتامین های خانواده B1، B6، B12 شامل است. اینا ویتامین هایی است که در آب قابلیت حل داره، حل میشه در آب. و ویتامین هایی که در آب قابلیت حل نداره، حل نمیشه، اونا در کجا؟ در شحمیات یا در ادیپوس تیشو قابلیت حل داره، یعنی در شحمیات بدن ما ذخیره میشه. یکیش ویتامین دی است که امروز رویش مفصلا گپ میزنیم. ویتامین A، اما قسم ویتامین K، اینا از جمله ویتامین هایی است که در شحم قابلیت جذب داره. میایم دوباره به منابع ویتامین دی. گفتیم ویتامین دی از آفتاب و از مواد غذایی گرفته میشه. زمانی که توسط مواد غذایی منابع ویتامین دی آمد به جهاز هاضمه یا به GIT، از اینجا داخل جریان خون میشه. اوکی، داخل جریان خون یا بلد سرکولیشن، و از جریان خون به تمام نقاطی که ضرورت است میره
و وظایف خود انجام میده. اما ویتامین دی زمانی که جذب بدن میشه بعد از یک سلسله مراحل قابلیت اجرای وظیفه را داره و او مراحل هم اکتیویشن یا فعالسازی ویتامین دی است. زمانی که ویتامین دی را ما از غذا گرفتیم بعد از تجزیه و تحلیل و جذب میره به جریان خون و بلد سرکولیشن. این هم یک رگ خون است و داخل جریان خون آمد. به همین قسم از شعاع آفتاب توسط شعاعهای نامیری که موجود است الترا وایلت لایتس یا الترا وایلت ریز که از شعاع آفتاب مستقیما میایه ویتامین دی یا کلسیفرول داره و این ویتامین دی را میاره به جلد ما. در زیر جلد ما در سبکوتینیوس تیشوز یک مولکول شحمی به نام 7 دیهایدروکسی کلسترول موجود است. 7 دیهایدروکسی کلسترول. این 7 دیهایدروکسی کلسترول ماده است که در جلد ما موقعیت داره، شعاع آفتاب مستقیما جذب کرده و به جریان خون میاره. خب تفاوتی که بین ویتامین دی که از مواد غذایی جذب شده و ویتامین دی که از آفتاب جذب شده در از نگاه فرمول در یک کربن است. یعنی این کلسیفرول که از شعاع آفتاب جمع میشه این یک فرمول داره. مقدار مولکول های کربن 27، هیدروژن 44 با گروه هیدروکسیل خود. و ویتامین دی که از جهاز هاضمه جذب میشه با تفاوت یک کربن C28 یعنی مولکول کربن 28 و هیدروژن هم 44 مولکول جمع گروه هیدروکسیل. این را به نام کولی کلسیفرول یاد میکنه. کولی کلسیفرول. و ویتامین دی را که ما شما از مواد غذایی میگیریم او را به نام ارگو کلسیفرول یاد میکنه. کولی کلسیفرول و ارگی کلسیفرول. اینا دو نوع ویتامین دی هستند که یکش به نام ویتامین دی 2 یاد میکنه و دیگهش هم به ویتامین دی 1. کولی کلسیفرول و کولی کلسیفرول به نام ویتامین دی 3 هم یاد میکنه. ویتامین دی و ویتامینی که از مواد غذایی جذب میشه به نام ارگو کلسیفرول یاد میشه. ارگو کلسیفرول معمولا برای معالجه کمبود ویتامین دی استفاده میشه. با اطفال بین سنین 1 و 2 سال با مقدار مکزیمم 1000 اینترنشنال یونیت ویتامین دی و به انسان‌های بالغ روز 6000 یونیت ویتامین دی باید حداقل به فعالیت‌های نرمال بدن گرفته شود. اوکی، زمانی که ویتامین دی آمد به داخل جریان خون یا از شعاع آفتاب و یا هم از مواد غذایی ما چی میشه بالاخره؟ از جریان خون مستقیم میایه به لیور یا به کبد و در کبد اولین پروسه فعالیت یا اکتیویشن ویتامین دی شروع میشه. این ویتامین دی در کبد به 25 دایهیدرو کولیکلسیفرول در کبد به دایهیدرو کولیکلسیفرول تبدیل میشه و تقریبا حالت نیمه فعاله ویتامین دی است. این حالت نیمه فعال یا نوع نیمه فعال ویتامین دی میره به کدنی یا به گرده ما و در گرده بخش بقیه از این فعال میشه و تبدیل میشه به نوع فعال ویتامین دی 3 یا 25 دایهیدروکسی کولیکلسیفرول. کلسیفرول. خب این دایهیدروکسی کولیکلسیفرول نوع فعالش است و از این
نوع بدن ما به خاطر فعالیت های گوناگون استفاده میکنه. و معذرت که اینجا گروپ هیدروکسیل است نه گروپ OH. پس 25 دای هیدروکسی کولیکلسیفرول، دای هیدروکسی کولیکلسیفرول. اوکی، این شد ویتامین ما فعال و این نوع فعالش هم به نام D3 یاد میشه. D3 بیشتر وجود ما از نوع D3 استفاده میکنه و استفاده از امی که از ویتامین D میشه. یکیشم سهم ویتامین D در ساخت و ساز حجرات استخوان ماست. جابجا ساختن منرال ها در داخل استخوان جهت تقویه و استحکام یکی از وظایف ویتامین D است. اما قسم ویتامین D سبب تقویت و صحتمندی مفاصل بدن ما میگرده. در صورتی که ویتامین D کم شود یک درد واهی استخوان احساس میکنیم که بیشتر شباهت به تنبلی و خستگی و کسالت داره. همچنان ترق و تروخ مفاصل، خصوصا ترق و تروخ مفصل زانو یعنی کرپیتیشنز در کمبود ویتامین D بیشتر به وجود میاد. نه تنها وظیفه اساسی در ساخت و ساز استخوان و استحکام استخوان داره، ویتامین D وظیفه خیلی حیاتی در وظایف قلب ما هم داره. یعنی کسایی که مقدار ویتامین دیش در خون کم است، یعنی اونا در بدن خود ویتامین دی کمتر داره، اینا کسانی هستند که متاسفانه آهسته آهسته به left ventricular hypertrophy مبتلا میشه. left ventricular hypertrophy چی رو میگه؟ همون بخش فعال قلب ما آهسته آهسته میپنده و مرض به نام left ventricular hypertrophy یا کاردیومیگالی را به وجود میاره که میتونه در صورت دوام سبب حملات قلبی و سکته های قلبی بگرده. همچنان ما در گلون خود یک غده داریم به نام تایروید و در پشت تایروید یا به عقب تایروید 4 غده دیگه داریم به نام پاراتایروید. 4 غدگ‌های خیلی خرد است و وظیفهش هم تولید هورمون به نام پاراتایروید است. مقدار این هورمون ویتامین دی کم می سازد. چرا؟ تا که مقدار کلسیم و فسفید در بدن و در جریان خون برقرار نگاه کنند، چون وظیفه پاراتایروید کم کردن کلسیم است و ویتامین دی هم خود پاراتایروید کم می سازه که ما با کمبود کلسیم در بدن خود مواجه نشیم. اوکی، وظیفه حیاتی خیلی دیگهش به نام هیموپایتوسیس یا هماتوپایتوسیس یا ساخت و ساز خون است. ویتامین دی در ساخت و ساز خون همراه ما سهیم است. همه قسم ویتامین دی سبب میشه که کلسیم و فسفید از جهاز هاضمه ابزاب شوه یا جذب شوه از مواد غذایی مختلفی که فرضاً این مواد غذایی است آمد به جهاز هاضمه هضم شد و جذب شد. کلسیمی که در روده موجود است و قرار است به جریان خون بیاید توسط ویتامین دی جذب میشه. اگر ویتامین دی نباشه کلسیم و فسفید هم دیگه نیست. یکی از جمله وظایف خیلی مهم و اساسی که ویتامین دی داره و او را باید برتان بگویم، ویتامین دی رول خیلی مهم در وظایف و کوایف سیستم دفاعی ما داره. ایمیونیتی، سیستم دفاعی ما یک نوع از سیستم از دفاعی وجود به نام اداپتیو ایمیونیتی یاد میشه. اداپتیو ایمیونیتی، در اداپتیو ایمیونیتی وجود خود ما علیه مهاجمین مشخص و معلوم مثل ویروس، باکتریا می جنگد. توسط چی؟ توسط حجرات به نام بی سلز یا بی لیمفوسایت و تی سلز یا تی لیمفوسایت. چیزی که خیلی جالب در مورد ویتامین دی است، هیچ وقت بی لیمفوسایت و تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت بدون موجودیت ویتامین دی نمیتونه علیه مهاجمین وجود بجنگه. پس اگر زود مریض میشیم، زکام میشیم، زود سینه و بغل داریم، هم قسم اسهالات و امراض گوناگون انتانی و هیچ خلاصی هم ازش نداریم، باید یک بار ویتامین دی رو ببینیم که مقدار ویتامین دی در وجود چقدر است، چون بیشترین اوقات درد خفیف عضلات، درد خفیف استخوان‌ها، عرق کردن خیلی زود،
ترق و طرق استخوان ها، احساس خستگی، کسالت و ماندگی، همش از جمله علائمی است که میتونه کمبود ویتامین دی را در وجود مشکوک بسازه. به هر حال ویتامین دی جزء از حیات ماست، نه تنها برای صحت استخوان بلکه برای سیستم دفاعی خیلی قوی که علیه مهاجمین، ویروس ها، باکتریا ها بجنگه. صحت استخوان و قوت استخوان جزء از وظایف است که ویتامین دی به دوش داره. کمبود ویتامین دی را میتونیم از مواد غذایی چون سیدز یا تخم ها مثل دانه آفتاب پرست، مثل تخم کدو، مثل حبوبات دیگه مثل نخود که هم حاوی پروتئین است هم ویتامین دی داره، حالا به مقدار خیلی کم در منابع حبوبات موجود است. در تخم ها ویتامین دی را بیشتر میتونیم پیدا کنیم. گوشت ماهی مقدار خیلی زیادی ویتامین دی داره. شعاع آفتاب مرجع سرشار از ویتامین دی است، باید حداقل در زندگی شبانه روز خود از ویتامین دی استفاده بکنیم. در سیرز، در گوشت خصوصا گوشت ماهی منبع سرشار ویتامین دی است. چگونه ویتامین اگر با کمبود ویتامین دی مبتلا هستیم حداقل چگونه میتونیم این قصه را مرفوع بکنیم؟ با اطفال میان سنین 1 الی 2 سال اگر کمبود ویتامین دی دارن 1000 یونت اینترنشنال ویتامین دی را میتونن روزانه استفاده بکنن. با اطفالی که سنینشان بالاتر از 2 الی 5 سال است میتونن از 2000 یونت ویتامین دی پر دی استفاده بکنن و این ویتامین دی هم تحت نظارت معالج باید داده شود، نه ای که سر به خود اقدام بکنیم. همچنان با انسان‌های بالغ روزانه 5 الی 6000 یونت 5 الی 6000 یونت اینترنشنال یونتس ویتامین دی ضرور است که استفاده بکنه تا حداقل یک وجود سالم داشته باشیم. ممنون.